فصل سوم. علی قدر انسان، نشانه کبیر، خبر بزرگ، صراط مستقیم، صدیق اکبر و فاروق اعظم. آموزش های ایدئولوژیکی مجاهدین. مسعود رجوی، رمضان 1393. تقریباً 1400 سال پیش در 19 رمضان بالاترین ضربه را خوردیم. ضربه ای فوق همه ضربه های تاریخی که بالاتر از آن متصور نیست. یک خائن شقاوت پیشه که در شمار خوارج بود از پشت بر فرق علی شمشیر کشید. بار خدایا بر فرمانده تاریخی مؤمنان و مجاهدان درود فرست. بر بنده خودت، بر سرپرستی که برای ما قرار دادی و بر حجتی که در وجود او فراروی نوع انسان قرار دادی، بر آن نشانه و نشانی کبیر، خبر بزرگ و صراط مستقیم. برخی مورخان و نویسندگان مثل جورجی زیدان، نویسنده عرب مسیحی، نوشتند که آن خائن شقاوت پیشه ابن ملجم که روزگاری هوادار و سرباز علی بود، دل در گرو زنی به نام قطامه داشت که از زمان جاهلیت و جنگ ها و عملیاتی که علی بر ضد مرتجعان زمان در قوم و قبیله او کرده بود کینه ها بر دل داشت. از این رو قیمت فروختن خیشتن به ابن ملجم را کشتن علی قرار داد. به این خاطر میگویند اشقل اشقیا که تیغ بر فرق اتقل اتقیا کشید. نیروهای نگهبان کوفه میخواستند او را که در شرایط جنگی به طور مشکوک و مسلح وارد کوفه شده بود دستگیر کنند. گزارش به حضرت علی رسید. گفت قصاص قبل از جنایت نداریم و اجازه نداد. مجاهدینش به شدت نگران و ناراحت بودند، اما فرو خوردند. میدانستند که وقتی پای اصول در میان باشد علی کوتاه نمی آید و کاری نمی شود کرد. شقی کلمه متضاد سعید است. سعید یعنی سعادتمند و رستگار. در برابر آن شقی قرار می گیرد که شقاوت پیشه است، مانند خمینی و لاجوردی که موقع صرف صبحانه تصمیم اعدام مجاهدین را می گرفتند. از فرط سنگدلی و کینه توزی استعداد انجام هر جنایتی را دارد و هر مرزی را حاضر است در بنوردد و هر ارزشی را لگدمال کند. شاید در نشست‌های سالهای گذشته از من شنیده باشید که سال 54 در اوین به برادرانمان می گفتم که این لاجوردی مثل ابن ملجم است. از او اشعه و احساس شقاوت می گرفتم. وقتی که هنوز ضربه اپورتونیستی وارد نشده بود به هواداری از مجاهدین تظاهر می کرد. اما وقتی سازمان ضربه خورد و متلاشی شد و جریان ارتجاعی راست سربرداشت، بالاترین کینه را هم از مجاهدینی بر دل داشت که بر مواضع خود استوار مانده بودند. حالا از لاجوردی
و از فتوای قتل عام زندانیان سیاسی که خمینی با شقاوتی بی حد و حصر صادر کرد میتوان گمانه زد که ابن ملجم چه جانوری بوده و چطور جرأت کرده بر فرق علی شمشیر بکشد. عاشورا با آن همه صحنه‌های تکان دهنده و جانگدازش خیلی حماسی، اسطوره‌ای و شورانگیز است. تهاجم کوبنده امام حسین به سلطنت یزیدی بود، اما ضربه 19 رمضان، آن هم به دست آن خائن شقاوت پیشه، هنوز پس از 1400 سال رهروان علی را تلخ کام می کند. حالا ابن ملجم و فردیت و جنسیت حیوانی او را کنار بگذاریم و به سراغ مولایمان برویم. در سلام و تحیت ابتدای بحث که مقام علی را خلاصه کرده است، 3 کلمه هست که همه چیز را بیان کرده. در این 3 کلمه همه چیز روشن می شود. آیت کبرا، نشان و نشانی کبیر، نبع عظیم، خبر بزرگ، صراط مستقیم، راه راست و درست. راستی علی از چه چیزی نشان و علامت دارد؟ خبر بزرگ چیست؟ و راه مستقیم کدام است؟ آیا علی پیغمبر بود؟ خیر. آیا به او وحی میشد؟ خیر. آیا معجزه و خرق عادت داشت؟ خیر. آیا اسم او به تصریح در قرآن آمده است؟ خیر. پس موضوع چیست؟ موضوع این است که او بدون وحی و نبوت و اعجاز نمونه و محصول اعلای مکتب انقلاب و رهایی و یگانگی است. به اختیار خودش، به انتخاب خودش و با قیمتی که داد، با رگبار آزمایش های پیاپی که از سر گذراند. تقریباً هیچ آزمایش و بلا و ابتلایی نیست که بر سر او نیامده باشد. از میدان جنگ و پیکار تا آزمایش شهرت و مال و مقام و کرسی و حکومت و حاکمیت. از آن شب هجرت که پیش مرگ رسول خدا شد و در جای او خفت، تا خطیرترین لحظات در احد که سپر حفاظتی حبیب شد و 80 و چند زخم برداشت. از تنهایی بعد از رسول خدا و فاطمه زهرا و گوش نشینی 25 ساله تا حاکمیت بر پهناورترین سرزمین از سند تا نیل و مغرب عربی. از سلب اموال و گرفتن فدک که سرمایه او و فاطمه بود تا به دست گرفتن تمام بیت المال مملکت که حتی به عاریه گرفتن گردنبندی از آن را برای ساعاتی بر دخترش هم نپسندید. از جنگ طبقاتی جمل و آنان که ابتدا خود را منتقدان علی جلوه می‌دادند، تا آن زمان که در مصاف با معاویه می گفت شیطان مجسم زمانه همین معاویه است و سراپرده او را باید هدف قرار داد. از فرمان فرو ریختن قرآن‌هایی که معاویه با فریب و دجالیت بر سر نیزه کرده بود،
تا جنگ با خوارج و جماعت خیانتکاران که پشت آیه ان الحکم الا لله سنگر گرفته و به علی برچسب کافر می زدند. از تقسیم متساوی بیت المال تا وضع مالیات بر ثروت، زکات و سوگند بر اینکه حقوق مردم را حتی اگر در کابین زنان باشد به مردم باز می‌گرداند. از مخالفت با جنگ‌های توسعه طلبانه تحت نام اسلام تا انتقال جسورانه پایتخت از مدینه به کوفه در همسایگی کانونهای شورشی و موالی، یعنی خلقهای تحت تبعیض و ستم در آن روزگار که ایرانیان هم در آن شمار بودند. از فرو خوردن خشم و غضب آنگاه که عمرو بن عبدود بر او آب دهان انداخت تا سرپرستی یتیمان و بیوه زنان. وقتی خبر بیرون کشیدن خلخال از پا و به سرقت بردن زیورهای زن یهودی و شیون و کمک خواستن بی نتیجه آن زن به او رسید، آنچنان برآشفت که نهیب زد اگر مرد مسلمانی با شنیدن این خبر از شرم و اندوه بمیرد بر او ملامتی نیست. به مالک اشتر والی خود در مصر فرمان بردباری و تسامح مذهبی و سیاسی داد و نوشت حکومت شوندگان یا در مرام آیین برادر تو هستند و یا در خلقت انسانی نظیر خودت هستند. مهربانی و خوشرفتاری و لطف و محبت با آنها را در دل خود جای ده و مبادا که با آنها از موضع حکومت کننده همچون جانوری درنده رفتار کنی که خوردن آنها را غنیمت می داند. اگر هم گناه و لغزشی کرده اند سببهای بدکاری برای آنها فراهم شده و آنان را در هم پیچیده است و تو باید با بردباری و بخشش از آنها در بگذری. همچنان که دوست داری خدا تو را مشمول عفو و گذشت خود قرار بدهد. او تنها مولود کعبه است. دست بر قضا مادرش فاطمه بنت اسد علیها السلام در همان روز به طواف کعبه رفته بود. وقتی درد زایمان فرا رسید هیچ راهی جز هدایت کردن او به درون خانه نیافتند. اما زاده خجسته در درون کعبه در خاک نشینی و خاکساری تا آنجا پیش رفت که ابو تراب لقب گرفت. تا وقتی رسول خدا از این دنیا نرفته بود علی غم و مشکلی نداشت. مشکلات در دستها و زیر پا و عزم جزمش خرد می شدند و می گریختند. اما غم بزرگ با رفتن حبیب آغاز شد. با رگبار وقف ناپذیر آزمایش های جانکاه که یکی پس از دیگری سر می رسید. هرچرا در خانه خدیجه کبرا و حبیب خدا دریافت کرده بود اکنون باید تا ذره آخر می پرداخت. پس از رسول خدا به فاطمه زهرا پشت گرم بود، اما این بسیار کوتاه بود و به طول نینجامید. از دست دادن فاطمه ضربه‌ای کمرشکن و فوق طاقت بود، اما علی عهد کرده بود که صبور
و پایدار بماند. علی در یک کلام منتهای آزمایش های صعب العبور فردی و جمعی و اجتماعی و سیاسی است. آزمایش پیروزمند ایدئولوژیکی بنی نوع انسان است. حجت و پرچمدار بایستن و توانستن، قدر مجسم انسان و راز گشوده انسانیت، خبر شکست و خواری شیطان در ماجرای آفرینش انسان، نشان و بشارت پیروزی بر سرنوشت و تقدیر کور، بر نیروهای اهریمنی. در هیچ کجای آن ذره‌ای شکست نیست، سراپا تهاجم است. صف می‌درد، می‌شکند، پیش می‌تازد و در همه زمینه‌ها با همه رنج‌ها پیروز می‌شود. فرقش هم که شکافته می‌شود، بلادرنگ در همان لحظه می‌خروشد که به خدای کعبه پیروز و رستگار شدم. فزت و رب الکعبه. در علی روشن می شود که معجزات فصلی در دوران صباوت نوع انسان بوده است که به خاطر سطح نازل آگاهی باید با امور خارق العاده مجاب می شد. اما با علی دیگر لباس کودکی از تن فرزند انسان بیرون می آید و بنی بشر با او به اوج آگاهی و اختیار و تکامل می رسد. از 10-11 سالگی بیش از نیم قرن در همه سختی ها و آزمایش ها پایداری پیشه کرد و پیروز شد. او خود پایداری پرشکوه برای پیروزی است. اشرفی ها و اشرف نشان ها از او برخاستند و بر آستان او سر می سایند و فرود می آیند. او بود که گفت به خدا سوگند اگر دشمنان همه روی زمین را هم پر کرده باشند بیم و باکی ندارم و نمی هراسم. ما بالیتو و لست و هشتو. آیا کسی هست که بیشتر از او معنا و بهای کلماتش را بداند؟ به همین خاطر به او اسدالله الغالب لقب دادند. از امام صادق پرسیدند معنی و مصداق صراط مستقیم که روزانه 10 بار در نماز می‌خوانیم و از خدا می‌خواهیم که ما را به آن هدایت کند چیست؟ گفت امام مفترض الطاعه، یعنی پیشوایی که تبعیت از او ضروری است. این کوتاه‌ترین و برجسته ترین و روشن‌ترین تفسیر صراط مستقیم است. خط مستقیم و راه راست در تمیز و تقابل و در مرزبندی و تعارض با راه غضب شدگان و راه منحرفان قرار می‌گیرد. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. از راه دشمنان خدا و خلق و از اپورتونیسم و انحراف به جانب دشمن و امداد رساندن به دشمن به کلی جدا و متفاوت است. علی 2 خصوصیت برجسته دیگر هم دارد، 2 عنوان و لقب آموزنده دیگر که زیبنده خود اوست: صدیق اکبر و فاروق اعظم. السلام علیک ایها الصدیق الاکبر، السلام علیک ایها الفاروق الاعظم. صدیق کبیر و مرزبندی کننده اعظم. صدیق کبیر برای مجاهدین بر سر چشمه صدق معنای بسیار روشنی دارد
و همه آن را آزمودند. فاروق یعنی کسی که فرق می‌گذارد و مرزبندی می‌کند، یعنی آن کسی که بزرگترین مرزبندی کننده است. کلمه مرزبندی را مجاهدین از خودشان در نیاوردند، از سوره فرقان گرفتند، یعنی فرق گذاشتن، تمیز دادن و مرزبندی کردن و آببندی کردن در برابر دنیای بهیمی، در برابر ارتجاع و دیکتاتوری، در برابر اپورتونیسم و فرصت طلبی، در برابر استعمار و استثمار. فرمانده آرمانی و تاریخی مجاهدین و اسلام انقلابی بی جهت عنوان فاروق اعظم نگرفته است. این عناوین توصیفات بی محتوا نیست، کهنه نمی شود. هرچه زمان می گذرد درخشش بیشتر پیدا می کند. مجاهدین در کوره های گدازان ابتلاعات 50 ساله مقداری از این مفاهیم را در پراتیک انقلابی در میابند. مقایسه کنید با فهم آخوندهای ارتجاعی خمینی گرا از قرآن و اسلام و حضرت علی و از اینجا میتوان قیاس کرد که در عصر جاهلیت و بردگی چه خبر بوده و حضرت علی چه کرده است. وقتی در جنگ جمل پیروز شد، یکی از یارانش گفت کاش برادرم در این کارزار با تو بود و در رکاب تو می جنگید. علی پرسید آیا برادرت هوادار ما بود و به ما محبت و تمایل داشت؟ وقتی جواب مثبت شنید گفت پس او هم در این جنگ با ما بوده است. سپس نقش مسیر همه یاران و مجاهدان نسل‌های آینده را خلاصه و ترسیم کرد. گفت امروز با ما و در کارزار ما گروه‌هایی حاضر بودند و حاضر گفتند که هنوز در شکم مادرانشان هستند و زمان آنها را ظاهر و بارز خواهد کرد تا ایمان با آنها قوت گیرد و دشمنان ما با ایشان مغلوب شوند. می‌بینید که علی نسل‌های بعدی و همین مجاهدین امروز را با خودش و در خودش می‌دید و خودش را هم در شما و هوادارانتان امتداد داد. این نقش مسیر آن دیده تیزبین خدایی است. السلام علیک یا عین الله. صحبت که به اینجا رسید دوباره میخواهم آنچه را در سال 88 در بحث‌های خاوران و آموزش‌ها برای نسل جوان گفتیم یادآوری کنم. منظورم آخرین ملاقات مجاهدین با خمینی در اردیبهشت 1358 است. مذاکرات امام با رهبران سازمان مجاهدین خلق. امام در ملاقات یک ساعته با مجاهدین گفت اسلام بیشتر از هر چیز به آزادی عنایت دارد. مسعود رجوی: ما مکتب اسلام را از لابلای جوخه های اعدام و شکنجه ها کسب کرده ایم. کلیه ملاقات های امام 6 روز متوقف شد. کیهان شنبه 8 اردیبهشت 1358.
عده‌ای از اعضا و مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت 1 ساعت با امام خمینی ملاقات و گفتگو کردند. مسعود رجوی، موسی خیابانی و تنی چند از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران صبح روز پنجشنبه با امام خمینی ملاقات کردند. در این دیدار که 1 ساعت به طول انجامید، امام خمینی راهنمودهایی خطاب به اعضای مجاهدین خلق ایراد فرمودند. مسعود رجوی در این دیدار گفت: اکنون که ما خدمت شما رسیده ایم، خواست و تمنای مادی و دنیوی نداریم. وی افزود: ما مکتبمان اسلام را ساده پیدا نکردیم. اعتقاد به آن را از لابلای رنج و خون این مردم، از لابلای جوخه های اعدام و شکنجه ها کسب کردیم. مسئله‌ای که ما واقعا نگرانش هستیم در درجه اول حیثیت بین المللی و تاریخی مکتب ماست. یعنی ما نمیخواهیم هیچ خدشه‌ای به مکتبمان وارد شود و عیوب ما به حساب مکتب ما گذاشته شود. در این ملاقات اعضای سازمان مجاهدین خلق در مورد مسئله وحدت و وحدت کلمه به عرض امام رساندند از آنجا که وحدت کلمه امری اعتباری نیست، در عالم واقع و در عالم عینی ما به ازا دارد. امام ضمن فرمایشاتی خطاب به مجاهدین خلق بر اهمیت تلاش‌های سازنده به خاطر نجات کشور از بازگشت به اوضاع سابق تأکید کردند و افزودند: اسلام بیش از هر چیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست الا در چیزهایی که مخالفت با عفت عمومی است. روزنامه کیهان این خبر را از دفتر خمینی گرفته بود و ما چیزی اعلام نکردیم. در همین ملاقات که برخلاف خبر کیهان طولانی تر بود، من از روی نهج البلاغه خطبه حضرت علی در مورد رابطه و حقوق حکومت کننده و حکومت شونده را برای خمینی خواندم و بر روی موضوع مرکزی یعنی مسئله آزادی‌های دموکراتیک تأکید کردم. در جواب گفت: بله، اسلام بیشتر از هر چیز به آزادی عنایت دارد. وقتی خطبه را می‌خواندم، به خصوص آنجا که حضرت علی گفته است: مبادا با من با زبان تملق و چاپلوسی تنظیم رابطه کنید، و آنجا که سخن از حقوق مردم بر حاکمیت بود، دیگر احساس کردم حوصله خمینی دارد سر می رود و دوباره ممکن است مانند شروع ملاقات نعرش در بیاید. آخر دست نبوسیدیم و تکبیر هم نگفتیم. همان شب که از قم به تهران برگشتیم، خبردار شدیم که اطلاعات سپاه جدید و تأسیس پاسداران، غرضی و آلات پوش از برید مزدوران پیشین همراه با اداره 8 ساواک که اکنون اسم جدیدی پیدا کرده بود، به اتفاق ماشاءالله قصاب، کمیته چی مستقر در جنب سفارت آمریکا، مجاهد خلق محمد رضا سعادتی را دستگیر کرده و به جای نامعلومی بردند. در پاییز 59 در بحبوحه جنگ با عراق، خمینی فرصت را مغتنم شمرد تا سعادتی را به جرم جاسوسی برای شوروی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم کند. بعد از 30 خرداد هم او را در اوایل مرداد سال 60 در اوین به شهادت رساندند. لاجوردی یک وصیت‌نامه جعلی هم به نام او منتشر کرد که مثلا به مجاهدین وصیت کرده است خط ضد امپریالیستی خمینی را بروند و از پافشاری بر آزادی‌های لیبرالی دست بردارند. اما حرف‌های ما همان حرف هاست که من از قول مجاهدین
35 سال پیش به خمینی گفتم و سر سوزنی هم تغییر نکرده است. از شأن و حیثیت تاریخی مکتبمان گرفته تا اینکه وحدت و اتحاد باید حول مشی و استراتژی ما به ازای عینی داشته باشد. امروز مسئله اصلی در برابر دیکتاتوری که همانا آزادی است به فریاد هر ایرانی تبدیل شده است. جماعت خمینی البته مانند ابن ملجم از هیچ جنایتی در حق مجاهدین کوتاهی نکردند. اینجاست که معنی سعادت و شقاوت مثل روز برای ما روشن می شود. مثل همین شرایط امروز در لیبرتی که مجاهدین همه سختی ها را به جان خریدند. آنچه را به خدا قرض دادید به صورت خیر دنیا و آخرت ذخیره و سرمایه شده و دیر یا زود به اضعاف به شما برمی گردد. در تاریخ ایران و در تاریخ ایدئولوژی و مکتبمان ثبت شد که وقتی هیولای ارتجاع تنور کشید، زن و مرد میدان به قول مریم همان سرخ ترین نام یعنی مجاهد خلق بود. به گفته قرآن فسلموا علی انفسکم، بر خویشتن مجاهدی خود سلام کنید و درود بفرستید. تحیةً من عند الله، تحیتی از جانب خدا، مبارکةً طیبه، مبارک و پاکیزه.